الان تو خونه ولی بچه کیه؟ خدایش الان بابا تو خونه حس ولایت دارن، بچه ها حسا میکنن باباشون ولایت. نه، زدین این مردای بدبخت رو در و داغون کردین خانوما تو خونه ها، بعد انتظار داریم بچه مثلا بعد ولایت امام زمان رو بپذیره. نمیتونه، تمرین نکرده، عادت نکرده. حالا نمیخوام بگم ما مردا باید این کار رو بکنیم، حالا مثال دیگه، مثلا آقا بگه که خانم جان یه لیوان آب لطف میکنید بیارید، اصلا بچه بلند از مادر بشنوه چشم آقا میارم. بعد این بچه‌ای که اینجوری بشنوه مادر، وقتی بهش بگی مادر جون پا میشی نمازت رو بخون، میگه چشم، ولی حالا خودت برو، حوصله ندارم، الان دستم به کار بنده. بعد فردا بهش مادر جون پاشو نماز بخون، حوصله ندارم، دستم به کار بنده، خودت حالا برو بخون. چرا ما فکر میکنیم که تربیت چیزای عجیب غریبیه؟ بعد یاد بگیریم ولایت پذیری. مثلا من یه موقعی به والدین مدرسه‌مون در قم میگم معلم رو جلو بچه‌هاتون تخریب نکنید، و تخریب بکنید اولین کسی که آسیب می‌بینه بچه خودتونه. معلم مشق داده باشه، ولی اشتباه زیاد مشق داده. بچه اومده خونه مامان امروز خیلی بیخود کرده، این زنی که نفهم اسم خودش هم گذاشته معلم. حالا تو خونه های ما هم داره همین که میگم با بلدوزر ولایت داریم، تو خونه رد میشیم ولی خونه باور نداریم.